بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به گناه بزرگی دیگر است به نام بهتان یا تهمت زدن از دیدگاه دین مبین اسلام و از جمله فاسقین هم به شمار می رود و اولئک هم الفاسقون. این گروهی تهمت زننده ها از جمله فاسقین هستند. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه نجوم الاهتدى. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما و در سلسله درس های از قرآن و سنت قرار داریم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به گناه بزرگی دیگر است به نام بهتان یا تهمت زدن از دیدگاه دین مبین اسلام. چه خوب است که با هم بدانیم که تهمت چیست یا بهتان چیست. یکی از جمله گناهانی است که ما امروز ازش غافل هستیم و به صورت نادانسته مرتکب میشویم این گناه را، در حالی که یکی از جمله گناههای کبیره بر علاوه که از جمله گناههای کبیره است، از جمله گناهانی است که خداوند مرتکبین این گناه را لعنت کرده است. خیلی مجازات سختی را الله تبارک و تعالی برای کسانی که این گناه را مرتکب میشوند گذاشته است. آیاتی است در قرآن در ارتباط به این قضیه یا در ارتباط به این جرم بزرگ که ما به صورت نادانی او را مرتکب میشویم. چه خوب است بدانیم تهمت چیست یا فرق بین غیبت و تهمت چیست. تهمت عبارت از چیزی است که در وجود یک شخص وجود ندارد. یک عیبی، یک عملی، یک زشتی، یک حرفی در وجود یک کس وجود ندارد و شما او را نسبت به او شخص می دهید. به طور مثال یک کسی عادت ندارد که یک گناه را انجام بدهد و شما در غیابش او را متهم می کنید که انسان مرتکب چنین جنایتی می شود، در حالی که غافل از اینکه او این جرم را انجام نداده. غیبت به گناهی گفته می شود که در وجود شخص یک چیز وجود دارد، شما در مورد او پشت سرش حرف می زنید. اما تهمت هیچ چیزی وجود ندارد، شما در مورد یک کس یا سوی زن بدگمانی می کنید یا یک تهمت را به او بسته می کنید، یک افترا در حقش بسته می کنید. الله تبارک و تعالی در 3 آیه قرآن در این ارتباط به ما بیان می کند. یک جا میگه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کسانی که میزنند تهمت را یا تهمت میبندند بر زنان پاک دامن و مؤمنه، در حالی که هیچ چیز در وجود او وجود نداره. غافل، او هیچ خبر نداره اصلا از این قضیه و یک کسی برش تهمت بسته است. یا برعکس بر مردان مؤمن و پاک دامن، فرق نمی کنه زن باشد یا مرد، چون بیشتر زنان مورد اتهامند، بیشتر تهمت به زنان نسبت داده می شود. به خاطر الله تبارک و تعالی اینها را مد نظر گرفته و ذکر کرده. کسانی که تهمت میزنند، بهتان میبندند بر زنان پاک دامن مؤمن، در حالی که او غافل است از این تهمت و بهتان شما، هیچ خبر نداره، اصلا این عمل مرتکب نشده، الله میگه لعنوا فی الدنیا والآخره، لعنت و نفرین الله است بر این انسان ها در دنیا و در آخرت. یعنی بر همین کسی که تهمت زده است. تنها لعنت و نفرین نیست، جزای دوم را الله میگه ولهم عذاب عظیم. الله اکبر، برای اینها یک عذاب خیلی بزرگی است که چرا برای اینها تهمت زدن.
اصلا حق نداری در اسلام عزیز در مورد برادر مسلمانت بدگمان باشی. حق نداری غیبتش بکنی، حق نداری توهین و تحقیرش بکنی، حق نداری پشت سرش حرف بزنی. چرا او برادرت است؟ او زن مسلمان خواهرت محسوب میشه. چگونه جرأت بکنی بر خواهر و برادرت تهمت وارد بکنی؟ و در آیه دوم که در یکی از قسمت‌های درس گذشتن به او اشارات کردیم در ارتباط به شیوه‌های اثبات زنا بود که این آیت هم به او هست هم در ارتباط به قضیه تهمت است. الله میگه کسانی که بهتان میبندند، تهمت میزنند بر زنان و مردان پاکدامن، اگر بر این ادعای خودشان 4 نفر شاهد حاضر کردن نتوانند. یک تهمت زدی، یک کس متهم به زنا کردی، یک کس متهم به یک عمل زشت دیگر کردی، اگر بر این ادعایت کدام ثبوت و شاهدی نداشته باشی، الله میگه باید 80 ضرب شلاق بر این انسانی که تهمت زده شود در جمع مردم. و بعد این انسان دیگه حرفی هرگز قابل قبول نیست، یک انسان دروغگوست و از جمله فاسقین هم به شمار می رود. و اولئک هم الفاسقون، این گروهی تهمت زننده ها از جمله فاسقین هستند. الله اکبر. چقدر امروز مسلمان ها برای مسلمان اتهام می بندند. زن مسلمان طرف مکتب می رود، طرف پانتون می رود، طرف کار و وظیفه می رود، ممکن طرف ضروریاتی دارد که می رود برآورده سازد، ممکن با برادرزاده اش هست، با خواهرزاده اش هست، با برادرش هست، شما نمیشناسید، چقدر برش اتهام وارد میکنید. زن فلانی با فلانی بود، فلان مرد امروز با فلان زن بود در فلان جا، فلان زن رو دیدم در فلان دفتر وارد شد، فلان زن رو دیدم در فلان مکتب رفت، فلان مرد رو دیدم در فلان جا با زنان صحبت میکرد. کلی از اینا چیزهایی است که برمیگرده به اتهام. اسلام میگه تا چیزی که به صورت یقین با چشم سر نمیبینی حق نداری در موردش صحبت بکنی، اصلا کسی را متهم بکنی بی قضیه. الله اکبر. و حتی اسلام میگه حق نداری بدون موجب با خانومت بهتان بزنی، تهمت بزنی. اگر تهمت زدی او از جدا میشه. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله. کسانی که بهتان میبندند بر همسر خود، بر خانم خود، بر او زن پاکدامن و با عزت و با عفت خود تهمت میبندند، الله میگه در از حکمی ملاعنه صادر میشه. اینا ابدا از یک دیگر جدا میشوند اگر در محکمه مراجعه کنند. دیگه هرگز با یک دیگر ازدواج کرده هم نمیتوانند. روز از روزها زن آمد در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک هدیه یا یک تحفه را آورده بود برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. فکر کنم مقدار غذا بوده باشد یا شیر بود داخل یک ظرف. وقتی که آمد او را به پیامبر صلی الله علیه و سلم بنابر محبتی که داشت، بنابر احترامی که بر رحمت للعالمین داشت، او را تقدیم نمود بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. زن کوتاه قدی بود، یعنی قدش پخش بود. وقتی که برگشت، ام المؤمنین مادر من عایشه رضی الله تعالی عنها، مادر عزیز و مهربان من، در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند. فرمودن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چقدر این خانم قدش کوتاه هست. یعنی نسبت به اون که حضرت ام المؤمنین خوشش آمده بود عایشه رضی الله تعالی عنها، کدام چیزی در فکر و ذهن نداشت، خدای ناکرده که در مورد ازی کدام حرفی زشتی بزند، نیت بدی نداشت. خب طبعا انسان است، گاه وقتی در تلفظش خطا میکند، گاه وقتی در عملش خطا میشود، گاه وقتی در نوشتنش خطا میشود، گاه وقتی در راه رفتنش خطا میشود. انسان جایز الخطاست به هر درجه‌ای که برسه.
پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه کردن بر مادر عزیز من عایشه رضی الله تعالی عنها، فرمودن توبه کن، استغفار کن از این گناهی که مرتکب شدی. الله اکبر. فقط یک جمله ام المؤمنین عایشه فرمودن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر این خانم قدش پخش است، کوتاه است. فرمود ام المؤمنین یا رسول الله مگر قدش پخش نیست؟ من خود چیزی نگفتم که در مورد این نباشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن درست است قدش کوتاه است، پخش است. این چیزی که تو گفتی در مورد این غیبت شمرده می شود. و الا اگر قدش کوتاه نمی بود به این حرف رو می زدی، اون که بهتان بود، تهمت بود. تهمت که جزا و گناهش بزرگتر است. چرا این حرف رو زدی در این مورد؟ نباید می گفتی. بیایید برادران و خواهران عزیزمان خودمان فکر بکنیم چقدر افرادی و صورت دانسته یا نادانسته ما به اونها تهمت زده باشیم، به اونها بهتان بسته باشیم، در حالی که این تهمت و بهتان گناهی است که حق بنده است. تو تهمت بر یک انسان زدی، تا وقتی که ازش معذرت نخواهی الله گناه را نمی بخشد. به همان لحاظ بود که رحمت للعالمین سید المرسلین قائد اعظم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در حجة الوداع پیش روی صحابه استاد میشه، پیش روی یارانش، کسانی که از مال و جان و همه هست و نیستش را فدای پیامبر میکردن، از اونها معذرت میخواه. این درسی است برای من و تو. میگه های اصحاب من اگر کدام خطایی، کدام ظلمی، کدام حرفی، کدام چیزی از من دیدید، کدام حقی از من طلب هستید، بیایید حقتان را امروز بگیرید از من. چرا که فردا در میدان محشر در پیشگاه الله رب العزت و الجلال من مدیون شما نباشم. یعنی این درسی است برای من و خودید که از افرادی که برای اونها تهمت بستید، اونها را متهم کردید در یک عملی در حالی که وجود ندارد. چقدر افراد گفتی اینا زناکارن در حالی که نکردن؟ چقدر افراد گفتی اینا شرابخوارن در حالی که نخوردن؟ چقدر افراد گفتی اینا سودخورن در حالی که نخوردن؟ گفتی فلانی رشوت میگیره در حالی که نگرفته، فلانی فلان عمل را انجام میده در حالی که نکرده، متهم کردی او را. فلانی خانه فلانی رفت کدام ارتباط نامشروع داره. چقدر زیاد است از این بهتان ها در این جامعه. و الله تبارک و تعالی در قرآن وعیدی شدید داده برای انسان. خیلی گپی است که خدا لعنت کنه یک انسانه در این گناهی بسیار بزرگ. و الله میگه عذاب دردناک دامنگیری انسان است در روز قیامت. بنابراین خواهران و برادران عزیزم، بیایید با هم امروز الحمدلله رسانه‌های ارتباطات جمعی در اختیار ما است. خیلی راحت انسان میتواند معذرت بخواهد، خیلی راحت انسان میتواند عفو و بخشش بخواهد، حتی از دنیا، کل مردم که در یک مملکت زندگی میکنند. کسانی که در حق این ملت خیانت کردند، جرم مرتکب شدند، بناحق مردم کشتند، ویرانی ایجاد کردند، افرادی که بناحق اتهام ها وارد کردند بر خواهران و برادران خود، خیلی راحت اگر میتوانید از اونها معذرت بخواهید، اونها را میشناسید، بگویید خواهر و برادر عزیزم من به صورت نادانسته یا به صورت خطا شد برای شما تهمتی وارد کردم، مرا مورد عفو و بخششتان قرار بدهید تا اونها شما را بخشش بکنن، تا در روز قیامت در میدان محشر در پیشگاه الله رب العزت و الجلال با سرفرازی کامل و با گردن آزاد ایستاد بشوید و نشود که در اونجا هر کسی بیای از گردنت بگیره، از گریبانت که بیار حق مرا بده. تو در دنیا غیبت مرا کردی، بریم تهمت زدی، بریم فلان افترا را بسته کردی، در حالی که من پاک بودم.
تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.